ببین، به زبان خوش برایت میگویم پشت مرا ایلا کن. من فقط رابطه مو با تو قطع میکنم. نه. ولی پدر بچت میباشم و براش پدری میکنم. هر چی در توان داشته باشم. نه. گریه‌ات را بس کن، غذا تو بخور که بچه‌مون لاغر بدن یا نیاید. دیگه با هم نمیبینیم. اگر بخوای زندگی مرا خراب کنی، هم خودت و هم بچه رو از بین میبرم. نه، این چه حرفی است؟ مامان همه چیزو خراب میکنم. نه، من سزاوار این نبودم. میدونم باهاش چی کار کنم. پدرشو در میارم. نره خر. نمیدونه خدا را با کی زده. خدا رو شکر از جنجال اون توت فرنگی آویزونم خلاص شدم. فقط مون موضوع بچه که بزودی اونم با یه ترفند از بین میبرم و زندگی خوشم و با پرتقال ادامه میدهم. وای خدای من، مرد بودنم چقدر سخته. یه روز با یکی هستی، فردا نیستی. یه بار به پورتانجو زنگ بزنم احوالشو جیاشم. قبلا به توت فرنگی زنگ میزدم، خداوند اونم از رویم گرفت. سلام و صد سلام یارک من، سلام و کاغذت نامد بری من قربون خندات برم. وای از این کارها نکن، لوس میشم. باشه این حرفا و ولشه. اینو بگو که چطوری، خوبی؟ آره خوبم، عشقم، نفسم. خدا رو شکر که خوبی. اگه خوب نباشی منم خوب نیستم. آماده باشیم یا میریم یه رستوران خیلی شیک باشه؟ باشه من آماده‌ام. عالیه.